100 نشر، 68 مهمان، 3700 ساعت برنامه، 890170 بازدید، 11500 هوادار و هزارها شرح در یوتیوب، صدها هزار بازدید و کامنت در فیسبوک در 1 سال و 11 ماهی فعالیت و 0 سامانی گرانت و خیریه. با نام خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. نور، برکت و عشق در خاندانتان. دوباره میشم که ثبت صدومی برنامه کتابخوان است. کتابخوان یک ایده خودجوش که با هدف تبلیغ مطالعه، معرفی کتاب‌های خواندنی و شناسایی با اثرهای برتر جهان تأسیس شده است. 100 برنامه ثبت کرد. معلم، تاریخ شناس، روزنامه‌نگار، هنرمند، کارگردان، بانکدار، کارشناس ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، سیاستشناس، فیلسوف، تاجر و نمایندگان ده‌ها کسب و کار دیگر مهمان کتابخوان بودند. بعضی استادان و دوستان این افتخار را برایمان دادند که دعوت‌های تکراری را بپذیرند. چند نفر حتی 3 و 4 مرتبه راضی شدند که مهمان کتابخوان باشند. شکر از بودنشان. برای عملی شدن ایده کتابخوان ده‌ها نفر پهلوی ما بود که از همه آنها اظهار سپاس میکنیم. بدون شما شاید این ایده در سطح ایده باقی میماند. مینداری مخصوص به تیم یارتیجی که استودیوی خود را برای ثبت برنامه ها در اختیار ما گذاشت. اگر لطف و کرمی آنها نمیشد، گمان است که امروز در مورد 100 نشر کتابخوان میگفتیم. از بیننده ها و آنهایی که شرح نوشتند سپاسگزاریم. اگر توجه گرم شما نمی بود تا اینجا نمی رسیدیم. امیدوارم من بعد هم نظر و اندیشه و ایرادهای خود را می نویسید. حالا به 100 رسیدیم. این شماره تا چند می رسد و راه کتابخوان تا کجا می رود معلوم نیست. همان گونه که نزدیک 2 سال پیش گمان هم نمی رفت که 100 برنامه تهیه و پیشنهاد می شود. ایده های جالبتر در کلوار اندیشه مسئول کتابخوان هست که امیدوارم راه اندازی شوند و می خواهیم همچنان همراه ما باشید و برای دانش محور کردن جامعه سهم خود را بگذارید.